هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، یک قصه را میخواهم به سهم شما برسانم. خوب گوش اندازید. صبح بر وقت حضرت عمر رضی الله عنه به مسجد رفتند که در این وقت بعضی از صحابه ها بر وقت آمده بودند. یکی از صحابه ها در زمین خواب بود و حضرت عمر رضی الله عنه از سبب تاریکی او را ندیده به پایش زیر کرد. آن صحابه گفتند: ای تو خر هستی؟ حضرت عمر رضی الله عنه جواب گفتند: نه، من عمر هستم. رفیقان ایشان گفتند که این شخص نسبت تو به آدابی کرده شما را خر گفتند. حضرت عمر رضی الله عنه چنین جواب دادند: نه، فقط او پرسید که تو خر هستی؟ من جواب دادم: نه، من عمر هستم. این است اخلاق کسانی که شرق و غرب دنیا را فتح نموده بودند. این است اخلاق کسانی که دنیا را به تمام حیبتش در مقابلش سرخم کرده بودند. او شخصی بود که در زمان خلافتش خزینه ها پر از خوراکه بودند. حتی روز دستور داد که بر روی کوه گندم پاشیده شود تا پرنده ها بخورند و نگویند که در سرزمین مسلمان ها پرنده ها گرسنه ماندند. قصه دیگری را میخواهم به شما بگویم. زن در راه در دستش عصا روان بود. قامت او را پیری خم کرده بود. از این رو با مشقت راه میرفت. پیرزن عمر ابن الخطاب را که در میان قوم بود با اشاره به کنار راه دعوت کرد. عمر رضی الله عنه به پیرزن نزدیک شده دستانش را به زانوهایش گذاشته قامتش را خم نمود تا اینکه سخنهای پیرزن را بشنود و این حالت خیلی ادامه یافت، زیرا آواز این پیرزن ناتوان خیلی پست بود و عمر رضی الله عنه را وادار نمود که در این چنین حالت دور و دراز بایستد. بعد چند عمر رضی الله عنه مشکلی پیرزن را حل نموده از نزد او بازگشت. هنگامی که عمر رضی الله عنه به سوی قوم بازگشت، مرد از آنها به سوی عمر رضی الله عنه خطاب نموده چنین گفت: ای امیر المؤمنین، چرا تو با یک پیرزن اینقدر ماندی؟ قریشی ها را منتظر کردی؟ عمر رضی الله عنه گفت: وای بر تو، آیا میدانی این زن کی بود؟ مرد گفت: نه، نمیدانم. عمر رضی الله عنه گفتند: این همان زن است که خداوند شکایتش را از فرایض 7 آسمان شنید. این زن حوله بنت ثعلبه بود. سوگند به خدا اگر او از من دور نمیشد تا شب منتظرش می ایستادم تا اینکه حاجتش را ادا ننمایم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند: اسلام آوردن حضرت عمر برای تمام مسلمان ها پیروزی بود و هجرت کردن او برای مسلمان ها مدد بود و خلافت او برای تمام مسلمان ها رحمت بود. والله اعلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا حافظ.